دیروز تا کنون 13341 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 1996 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5824 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه حضور دارند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 347 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که برای بازماندگانشون آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 49695 رسیدند. از زمان شیوع بیماری در کشور 1,016,835 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شده که از این تعداد 708,106 بیمار به لطف الهی و تلاش شبانه روزی همکاران ما بهبود پیدا کردند.